خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. و بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادران، خواهران و برادران عزیز، با کمال احترام و صمیمیت زیاد شما را با فرارسی ماه شریف رمضان تبریک گفته از درگاه خداوند خواهان آنم که ما را از این آفتی که جهان را بلرزا و در پناهش نگه دارد و ما غریبان را به نزد عزیزان خود برساند. ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آمد به مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دل آزاری کرد، نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. ماه رمضان به حق رساند همه را، از شربت مغفرت چشاند همه را. امسال غنیمت تا سال دیگر، سال یک بار خدا رساند همه را. گنجینه نورانی قرآن رمضان است، آرامش دلهای پریشان رمضان است. مجموعه گل هاست شب و روز عزیزش، یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است. بنده دعاگوی شما هستم، سید محمد.